در اساس دستور و سپارش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت بنیاد مؤسسه‌های معاصر تعلیمی در دوردست‌ترین موضع‌های حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در همدستی با صاحبکاران وطنی و شریکان همکار اقدام‌های نیک روی دست گرفته شدند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 دهه رفمید وادی برتنگ ناحیه روشان با سپارش بواسطه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضف در اساس طلبات معیارهای ملی تعلیم در مدت کوتاه ساخته مورد بهره برداری قرار داده شد. لازم به یادآوری است مکتب قبلی این دهه در سالهای چهلم عصر گذشته بنیاد گردیده با گذشت ایام به جهت نداشتن سقف و تنوک‌پوش نبودن بام آن جریان تعلیم و تدریس در صنفخانه‌های نیمتاریک و خرد به مشکل صورت گرفته بود. این را به نظر گرفته مقامات ولایتی در همدستی با صاحبکار وطنی از جماعت پارشنو ناحیه شغنان شهباز شوهلشاه بنیاد مؤسسه نو زمانوی را با مبلغ زیاده از 500,000 سامانی به نقشه گرفتند. مؤسسه مذکور با تمام شرایط‌های معاصر تامین بوده کودکان این دیار در صنفخانه‌های گرم و زمانوی به تحصیل آغاز نمودند. کارهای ساختمانی را با صفت بلند و در یک سال از جانب شرکت ساختمانی خانه آبادان پامیر از شهر خاروخ تحت رهبری امید سعید به انجام رسانده شدند. رئیس ولایت این اقدام را چون شرافت صاحب استقلالی مملکت و دستگیری سیاست معارف پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نامید و این عمل نیک صاحبکار و ساختمانچی را چون یک نمونه همدستی جامعه شهروندی بخش خصوصی و مقامات حکومت دولتی معنی داد نمود. ساکنان و بخصوص خوانندگان و استادان بنیاد این مؤسسه معاصر تعلیمی را تحفه ارزنده 30 سال استقلال تاجیکستان عنوان نموده به جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای سیاست سازنده و به صاحبکار و ساختمانچی برای دستگیری مالیوی و صفت خوب ساختمان عرض سپاس نموده وعده دادند که مؤسسه را با دانش بلند ختم نموده در پیشرفت منبعد مملکت سهم خود را خواهند گذاشت. امروز واقعا یک روز تاریخی و خاطرمان در تاریخ پیدایش این دیار کان بنیاد به حساب می رود، چون که ما امروز در مرحله نو رشد نمو و پیشروی قرار دهیم. دهه دوردست را امید کرد مرکز ناحیه در مسافه دور و راه موشنگردی اساسی در کنار جایگیر است در دوام تاریخ با سرعت بین‌نهایت به پیشروی ناحیه گشته. اما امروز با شکرگزاری صلح و وحدت، اتحاد ملی، استقلالیت کامل و سیاست خردمندانه دولت بود که ما با چنین پیشروی‌های زیاد نائل گشتیم. من از نام تمام آموزگاران به حکومت تاجیکستان، به رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و با رئیس ناحیه سپاس بی‌پایان را اظهار می‌نمایم. باعث افتخار است که نوابسته از چنین دوری و اقلیم سرد خوانندگان این مکتب در آزمون‌های ناحیوی و ولایتی شرکت فعال دارند که این باعث تحسین و آفرین می‌باشد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضف پی سفر کاری به ناحیه روشان در دهه رفمید جماعت برتنگ ناحیه روشان با زیست و زندگانی مردم این دهه از نزدیک شناس گردید. دهه رفمید دارای 65 خواجگی و 18 هکتار زمین کورم بوده در بلندی 2930 متر قرار دارد. ساکنان هنگام واخوری با رئیس ولایت از نبودن علاقه مبیلی شکایت نمودند و رهبریت ولایت برای حل آن به شرکت‌های مبیلی سپارش‌های مشخص داده قید کرد که مقامات آماده است برای حل این مشکلات مبلغ نیز جدا نماید. اینچنین رئیس ولایت و رئیس ناحیه روشان ضمن سفر کاری در جماعت برتنگ از ساختمان بنگاه طبی که با مبلغ زیاده از 240,000 سامانی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه و صاحبکاران ساخته شده است دیدن کردند. مقصد ساختمان بنای مذکور تامین دسترسی اهالی در موضع‌های دوردست به خدمت رسانی طبی معنی داد کرده شد. مسئولین ساختمان وعده دادند تا آخر ماه اکتبر بنگاه طبی را با سطح و صفت بلند به استفاده خواهند داد. باید قید کرد توسط مبلغ گذاری دولتی خصوصی و شریکان رشد امسال در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 مکتب زمانوی و 10 بنگاه طبی ساخته شده مورد استفاده قرار داده شدند.